تازه انگارها، ایجاد نویسندگان نهانبین و ژرف پیما، اندیشه های کلیدی در درک معنی زندگی، هستی و راستی و آیین و عنعنه های اجدادی. تازه انگارها، ظهور آفریده های نوین و بهین ادیبان فلک سیر از رادیوی فرهنگ. سلام شنوندگان گرامی. حالا خوانش بدیعی را از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگی اتمی خوجه در قرائت مؤلف بشنوید. آغاز گفتار هشتم. روزی که یوسف علی خان به تخت نشست و خدایی محبت خان را داد، عبادالله هم به معرکه رفته بود، اما اکرام بیگم نخواست. گفت که کیها آن منحوس را از خانه دلش برآورده پیش کرده و بشره خنکش را دیدن نمی خواهد. آن روز یوسف علی خان جانبش یک سر جنباند و دیگر اهمیت نداد، اما برابر به تخت نشستن او در دل عبادالله خان اشتیاق بازگشتن به شاخدره آنقدر جوش زد که نیت کرد روز سه شنبه هفته آینده به بحر پنجه رفته بار میپرسد و این مسئله را در نزد شاه میگذارد. وی به کشایش این کار آنقدر اعتماد داشت که حتی به پسرش عزیزخان از دهه تفدیم دختر دوست آوان جوانیش حسن شاه را خواستگاری کرد و تابستان به دهه شوجیف رفته خانه ولنگار شده باباییش را برقرار نمود. سه پسرش در بهشار و ورژ خانه و در و روزگار آسوده داشتند. دخترانش را شوهر داده بود. اکنون میخواست که سر پیری به وطن عزیزش برگشته عزیزخان را کدخدا کند و چراغ خانه پدر را از نو برافروزد. به همین سبب خبر ناگهانی به خانه اش تشریف آوردن شاه عبادالله را چنان خرسند کرد که حتی با صاحب سور خیر و خوش را هم نسیه گذاشته جانب خانه اش تاخت. برعکس عبادالله، اکرام بیگم نمیخواست که یوسف علی خان با حضور نامبارک خود خانه عمکش را کثیف سازد. او رشته های آخرین را از غداره به در آورد و ظرف رنگابدار را برای نگهداری به باردان در آورد. آن را در خانچه تاریک به تاقچه‌ای که پرتو آفتاب از در نیمباز رویش افتاده بود گذاشت و بنا خواست اندیشه وجودش را تکان داد. اون قدر به شدت که دختر لرزیدن بند دلش را حس کرد. وقتی در آفتاب رنگ سرخ را می‌بینی بختت می‌کشاید. جلوه رنگ سرخ بر اثر روشنی یک لمع نور در خانه تیرفام سخنان میرجمال درویش را به یادش آوردند. این مرد قلندرنمای نافراهم طبیعت 2 سال پیش به چی کار به خانه اش آمد. اکرام بیگم در لب جوی تنها نشسته ظرف می شست. مرد روبرویش ایستاد، سلام کرد، بعد بدون حرف و استحاله دست بر سر دختر گذاشت و به پیشانی خود نهاد و به لبانش پخش کرد و بوسید. دختر بی سرانجام شد، ولی او آرامانه گفت: دخترم، من میرجمال هستم. مرا چلتنان نزد تو فرستادن. گپ نزن و گوش کن. از شام همین روز تو باید 1 عمر روزه بگیری. در این باره به کسی دهان نکشا. اجرا نکردی یگان اندامت قید می شود. لازم شدی به نزدت قاصد می آید. این سر را با خودت به گور می بری. مزدت را در آن دنیا می گیری. اکرام بیگم در جای نشستهش شخ شد. چون هوشش به سر آمد فکر کرد که شاید سر جوی غنبش برده و آن مرد به خوابش در آمده باشد. اما وقتی که به خانه در آمد، مردی قلندر مشرب را با اهل خانوادهش گرم صحبت دید و به خواب نبودن پیام گرفتهش باور کرد. میرجمال وقتی رفتن شانه یلقاسی گوسفند را که گوشتش را پاکیزه خورده بود به هوا برداشته مدت از نظر گذراند و به اکرام بیگم رو آورد. دخترم، میدانم که درون می سوزی، اما بی پروا باش.
وقتی که در آفتاب رنگ سرخ را می‌بینی بختت می‌کشاید، وقتی که از بام خون می‌ریزد شوهر می‌کنی. از این پیشگویی معما صورت اهل خانواده همگی حیران موندند. اکرام بیگم از خجالت دست و پا خورد و دستارخوان را برداشت و به شتاب از خانه برآمد. پیامی اسرارآمیز و فال میر جمال در خاطرش ماندند. شام همان روز بعد ادای نماز روزه گرفت. در ته دلش باور داشت که فال آن مرد قیدان راست می‌براید، اما کی و در کجا؟ در پرتو آفتاب یگان رنگ سرخ را هر روز دیدن ممکن، ولی از بام خون ریختن را تصور کرده نمی‌توانست. صدای بیبی دولت دختر را به خود آورد. اکرام بیگم تو در کجایی؟ در باردان حاضر می آیم. به نزد بیبی دولت رسید که عمکش نیز به شتاب آمد. زنک خوراک درست پختن در کار، چه هنری که دارید به کار برید. گوشت گوسفندی که پریر کشتی به 20 کس می رسد، لیکن در قدمش هم باید خونه بکنیم. گفت بیبی دولت بقعه 3 ساله را می کشیم. قرار داده بادالله شاه هر روز نمی آید کو، همسایه ها را بیاری بخوام. گشت روز یوسف علی خان و سید فرخ شاه همراه 6 سوار در روی حولی فرآمدند. آدمان آبرومند ده آنها را گرم استقبال نموده به خانه در آوردند. یوسف علی خان عبادالله را به آغوش گرفت و گفت همان عبادی که چندین سال پیش دیده بودم باز به پیشوازم برآمد. بارک الله، تغییر نکرده ای. شاخدره این بر این مخلوق جانسخت در دنیا نیست. شوخی آمیز دخوره جواب داد صاحب خانه و مهمانان را به خانه دعوت کرد. نوکران 2 خچیر سوغاتی را به دهلیز در آوردند. عبادالله شاه را سر صوفه شناند و دست پیر را بوسیده به چشم مالید. سید در پهلوی شاه نشست و مهمانان دیگر نیز صوفه را پر کردند. سید فرخ شاه دست به دعا برداشت. از برای مبارکتی کار خیر و امر خیر، کار خیر و امر خیر را خدای تعالی مبارک گرداند. تخت و بخت ساعتش نیکو، عمرش دراز، بنیادش سبز را از خزانه غیب خودت عطا فرمایی. الله اکبر. معرکه ضیافت تا نزدیک شام دوام کرد. وقتی که شاه مقصد تشریفش را بیان نمود، عبادالله به 2 گوشش باور نکرد که پیر ملک سید فرخ شاه آوازدار از او دست اکرام بیگم را می طلبد. خواهرم را تو کلان کردی، حق پدری هم بر او تو داری. گفت یوسف علی خان گپ آخر از من نیست، از توست. از بنا خواست خندیدن بخت دختر خواندش اشک شادی بر رخسارهای عبادالله شارید. برای آنکه اختیارش را دست گیرد به بهانه پرسیدن رضایت دختر بیرون برآمد. اکرام بیگم که در آشخانه گپ مردان را شنیده بود رویش را با رومال پوشیده گریه میکرد. وقتی که عبادالله در پهلویش نشست به جز بیبی دولت زنان دیگر آشخانه را ترک کردند. عبادالله سر دختر خواندش را آغوش کرده گفت دلت را سبک کن دخترم، به این حق داری. و سرش را سیله کنان پرسید اختیار با توست، اما من فکر میکنم که خداوند فراخترین دریچه عنایتش را برویت باز کرد. تو رضای خدا را به دست آوردی دخترم. البته راضی است. به گپ همراه شد بیبی دولت. باز دولت خود آمده سر کتفش نشست. خدا پاداش محرومیت هاش را داد. عبادالله پیشانی اکرام بیگم را بوسید و خبر رضایت دختر را به مهمانان برد. سید فرخ شاه به خاطر برار گرفتن خواستگاری دست یوسف علی خان و عبادالله را بوسید و دعای خیر کرده برخاستند. صاحب خانه به مهمانان پای تقصیها داد و هنگام وداع مدعای دلش را شوخی آمیز عرض کرد. شاه هم گناه من غریبم حوف شدگیست، شاید به وطن خود برگردم. یوسف علی خان به اشاره منتداری کف به کف عبادالله گذاشت و گفت در اینجا همه چیز داری. در شاخدره تا سرشته زندگیت را میابی که عزراییل هم به سراغت میرسد. نمی شود چی قدر سالم رود همون قدر خاک دیار مرا سوی خود میکشد. شاه به کتفش دست گذاشت و گفت سور دخترت را گذران، بعد کوچت را بند. قرار بر آن شد که سور بعد 1 ماه برپا گردد. تا رسیدن به بحرپنجه یوسف علی خان در خصوص بعضی مسئله های مهم اندیشه های سید فرخ شاه را پرسید. شاه پیش از همه میخواست که با تمام پیران مناسبت دوستانه داشته باشد
ولی از بس که آنها در نقطه‌های گوناگون پامیر از یارکن سر کرده تا چترال و درواز در مسافه 10 فرسخ از همدیگر دور زندگی می‌کردند، برایش نفری لازم بود که در لحظه‌های ضروری به حیث نماینده آنها امر و قرارهای او را دستگیری نماید و آن نماینده به سبب دوری راه یا تنگی فرصت به پیران مشورت کردن نتواند هم ایشان در قول و قرار او شک و شبهه نداشته باشند. چون این شخص البته سید فرخشاه است. در اثنای راه شاه این اندیشش را نیز به میان گذاشت. سید فرخشاه چند بار قمچین دستش را قط و راست کنان این پیشنهاد جالب را تأمل کرد و چنین پاسخ داد: من به جان و دل چنین وکالت را به عهده میگیرم، اما برای قانونی شدنش رای تمام پیران را به دست آوردن لازم است. ما همه در نزد حاضر امام برابریم. هر یک پیر جواب خود را در نزد آن شخص خودش میدهد. اگر من و تو این کار را از پیش خودمان انجام دهیم، آن باعث ایجاد تفریقه و نفاق میگردد، نه صلاح و سازش. بهتر این است که تمام پیران را به دربار دعوت کنی و قضیه را در میان گذاری. مصلحت به شاه پسند افتاد. فکر پخته، گفت او، کی دعوتشان کنیم؟ بهترین وقت روز نوروز است. به بهانه تماشا کارت را به آنها مصلحت میکنی. باشد، راضی شد شاه. در نوروز دلها ملایم ترند. اما شاه هم من باید تا نوروز برای خلق پرشنیف یک کار مهم را انجام دهم که به همت تو سخت وابسته است. چه بوده است آن کار؟ با مراق پرسید شاه و حتی لجام اسب را کشید. سید فرخشاه هم اسبش را نگاه داشت و عرض کرد: جویبار کلان پرشنیف آنقدر پر شده است که 1-2 سال پس زمین و باغ مردم به بیابان تبدیل می‌یابد. اگر از خزینه شاهی به آن پول جدا نشود، از دست فقرا کار نمی براید. اگر در این کار به خلق یاری دهی، سود آن هزاران مراتبه از صرفیاتش بیشتر خواهد بود. یوسف علی خان به چهره زیبای پیر نگاه تندی افکند و پرسید: کار را کی سر کردنیه؟ اگر گپ من قبول باشد پگاه سر کن، آخر هر ماه مقدار خراجات را به من کاغذ کن، میدهم. سید فرخشاه به یوسف علی خان دست دراز کرد. پیر و شاه دست همدیگر را محکم فشردند. از سرب بودن، هرچند زور میزد کشاده نمیتوانست. گوشهایش غواص میزدند، چکههایش میتپیدند، از تشنگی میسوخت. دلش آب میخواست، آب سرد تشنه شکن. خواست آواز برآورد که آبم دهید، اما لبانش را جنبانده نتوانست. خدایا یک قطره آب. حالا اگر چکرهک آب به لبش رسد، تنش جام میگیرد و اعضای قفل زدهش همگی باز میشوند. ولی افسوس فغانش به گوش کسی نمی رسد. در همین حال چقدر در عذاب تشنگی سوخت نمیداند، اما بالاخره میسرش گشت که پلک ها را به گرانه کوه از روی چشمان برداشت و نگاهش به جوانی افتاد که با سله سرخ و جیلک سفید و پیخ های بندهایشان پوپکدار رو برویش ایستاده ناجنبان به سویش می نگرد. آبم بده برادر، نالش کنان آواز برآورد سرویناز، اما جوان توجهی نکرد. التماس آبم بیار که جانم می براید. زن آوازش را بلندتر کرد. از سنگ صدا بود و از جوان نه. شاید خوابش برده باشد، اندیشید زن، اگرچه با چشمان باز و راست استاده خوابیدن آدم از تمام احتمالات دور بود. او ناامیدانه پنجه‌هایش را چند بار به مدارانه قط و باز کرده سرش را قپید و واقعه‌های آخر حیاتش را به یاد آوردن خواست. اول لاشه بدبوی خر به یادش رسید و بعد کشاله شدن در ریسمان. تمام. بعد چی شد؟ از پیش چشمانش چراغک‌ها می‌گذشتند. بعد روی مانند انار سرخ مرد سربرهنه با موی جنگله،
و صدای به تکرار سریز. سپس باز چراغک‌های سوسوزنی در گذر. سروناز نیمخیز شد و گردن شخ شده اش را به زور تاب داده خانه نیم تاریک را از نظر گذراند. به گمان غالب آن مهمانخانه نه چندان کلان بود. دیوارهای نازک لاویده و تیر و وسه های سفید شف از آن گواهی می‌دادند که آن را به نزدیکی ساختند. ستون زیبای نقشدار بین خانه بام را روی قامت استوارش برداشته است. در دیوار روبروی در سیتار، رباب و دف پهلوی هم آویزانند. به فرش بی‌صفه از جانب در دو بوریا و در جایی که سروناز خواب کرده است نمد کلان برجندی آمیخته رنگ‌های سرخ، سبز و سیاه با گل‌های صلیب مانند نارنجی گسترده‌اند. اساس و پلاس خانه از شخص دولتمند به هنر و صاحب ذوق بودن صاحب خانه درک می‌داد. اما چه صاحب خانه نامهربانی، حتی از جا جنبیدن را به خود روا نمی‌بیند. یک ذیل نگاه می‌کند و نگاه. از این خیرگی زن خجالت کشید. پلماسان روی مالش را یافته به سر گرفت و رویش را پنهان کرد. مدت نفس به درون زده نشست و با یک چشم از راغ روی مال نگاه کرد. حال جوان تغییری نداشت. به دل زن وهم افتاد. شاید مرده باشد. به یادش آمد که قرغیزها مرده را تا برداشتن به تن دیوار راست می‌کردند. سروناز روی او را با دقت از نظر گذراند. یگان ذره به قرغیز مانند نیست. تو آدم را در عمرت ندیده ای که اینقدر شخ شده نگاه میکنی؟ نه جنبش نه صدایی. وی تمام قوتش را در گلو جمع کرد و داد زد. های مردم، این بچه صاحب دارد یا نه؟ در کشاده شد و زن به سر او رسید. لیکن به خود آمدی خاله. جوان زن بود 22 ساله سبسفید که از فربهی کلوله میتافت. لهجهش نه به شغنی ها مانند نه به روشونی ها. من در کجایم؟ اینجا سریز است خاله، سریز. با شنیدن این خبر به تن سروناز یک باره جان دمید. دلش خرسند شد. سریز؟ ناباورانه پرسید او. کی مرا به اینجا آورد؟ امکم تورانشاه و باز یک مرد رومیدی، نامش را نمیدانم، لیکن آب بیار دخترم، جگرم داغ شد. این جوان را هرچند زاره کردم از جایش نجنبید. کدام جوان را خاله؟ انا در پشتت ایستاده است کو؟ جوان زن به پسش نظری کرد و قیقراز خندید. لیکن همین ودک رو میگوی خاله؟ ودکش کیست؟ ای تو ودک رو نمیدانی؟ ودک یعنی لختک. لیکن نخود لختک رو ندیده باشی خاله جان؟ از خنده صاف و زنده دلانه جوان زن، از جا و ناجا لیکن گفتنش و نهایت از گپ زدن خود با خوسه بیجان که مثل آدم زنده به نظر می رسید، سروناز هم به حالانه خندید. اما موج خنده در گلوی از غایت تشنگی خشکیده‌اش درماند. التماس آب بیار گفت و سر به بالین گذاشت. می بیارم البته، لیکن به قصورم هم خبر می دهم که به هوش آمدی. جوانزن مثل توپ با دو جهش خود را به در رساند و بیرون رفت. چشم سروناز باز به لختک افتاد. دلش می خواست خنده بلندی زند، ولی از بیمداری سلفه پست از سینه‌اش به در آمد و خلاص. چند دقیقه پس اول جوانزن از قفایش مرد جنگلموی حضربی که در تن قطمه زرد داشت در آمد و خرسندانه گفت: سلام والامت، بازگشتت به این دنیا مبارک شود. ما دست و دل شسته بودیم. سروناز با جنباندن سر به سلامش پاسخ داد و کاسه آب دراز کرده زن را حریصانه دم کشید. آب گرم باشد هم سوز درونش را فرو نشاند. هزار رحمت برادر، اظهار منتداری کرد بیمار. الها درد فرزند را نبینی. آمین. دست برو کشید مرد و افزود: والامت، سنهارم در اختیار توست. چی خدمت باشد به جا می آورد. بعد ساعت زنک هم گاو و مالش را سرشته کرده می آید. من در تکوده سورم. همین که فارغ شدم خبر می گیرم. فقط یک نصیحت: آب خنک نخور، درمانگر تماما من کرده است. مرد برآمده رفت. جوانزن نشست و دست به پیشانی سروناز نهاد و گفت: لیکن تبت گذشت خاله. این قدر سوختی که گرمیت از یک قدم حس می شد. باور نداشتیم که صحت می شوی. لیکن سروناز دست او را به کفش گرفته بوسید و به آواز به گریه در آمد. دل جوانزن گنده شد. سر او را در آغوش گرفت و چشمان خودش هم نم گرفتند. چی نام داری جانم؟ پرسید سروناز پس از آن که کمی تسکین یافت. پلپل. سروناز بار نخست چنین نام را می شنید.
نام عجیب و به خودت موافق. چه موافق؟ چهره چون آفتاب خندان از وجودت نور میریزد. تصدق خاله جان، لیکن نام خودت چیست؟ سروناز گمان داشت که هنگام بیادی شاید نامش را به زبان آورده باشد. از این رو به دلش تشویش افتاده بود، زیرا اگر به گوش یوسف علی خان رسد که زنده مانده است، حتما به نابود کردنش امر میدهد. آنگاه تمام برتن زیر خطر میماند. چی وقت علایی گفتن نامم را به زبان نآوردم؟ از روی احتیاط پرسید سروناز. نه خاله، لیکن چند بار نام گلناز را گرفتم میگریستی، گاهی کدام یک اسف را لعنت میکردی. با شنیدن نام گلناز وجود زن تگرو شد، ولی تنها به بهانه درد آهی کشید و گفت: گلناز خواهر من است. قطغنها او را به فروختن بردند و من از دستشان به این طرف گریختم. و پس از سکوت علاوه کرد: اسف مرد بیرحم است که خلق را اسیر کرده میفروشد. از گپ بیمار به دل پلپل اضطراب افتاد. وی با هراس پرسید: این قطغنها چه طایفه‌اند؟ ظالم، ناکس، خونخوار. سروناز به مثل شاخه تر در گرفت: از دستشان نه میر زندگی دارد نه فقیر. خاله جان، التماس تهلکه نکن. لیکن پلپل کرپه سروناز را درست کرد. حالا من برایت اماچ سیر قطغ می بیارم. خوش دامنم به دست خودش پخته است. و هنگام برآمدنش گناهکارانه تبسم کرد و گفت: لیکن تو نامت را ندانم، دلم کاواک می ایستد خاله. نامم سنگین بخت. کلمه اول به خیالش آمده را به زبان آورد سروناز و به مجال چشمانش را پوشید. نام عجایب، لیکن گفت پلپل و قناعتمند به در رفت. برای آنکه نام نو در خاطره ضعیف شده اش بماند، سروناز آن را چند بار تکرار کرد و ناگاه فکرش را سر این نکته نگاه داشت که این نام حاصل فکری یک لحظه اینه اش نیست. آن سالهای سال در عمق سینه اش تلاطم زده است، اما آغازش در کجا بوده است نمیداند. شاید روزی که محمد کریم او و مادرش را اسیر گرفت، شاید وقتی که مجبوراً به عبدالرحیم خان موسفید نکاحش کردند، و عجب نیست حتی وقتی که محبت خان صرف نظر از آنکه مایندرش بود او را به زنی گرفت، اما قبلا با عشق شگفت‌انگیز خود در تمام مملکت بدنامش ساخت. هر آینه سروناز یک عمر سرنوشت سنگین داشت و کی میداند حالا هم که تقدیر به وطنش رسانده است او را چه پیش آمده انتظار است. سنگین بخت نباشد مگر نام خودش را پنهان می‌دارد. این زمان حتی پدرش را که سالهای سال حسرت دیدارش را به دل دارد روی را سراغ کرده نمیتواند. از این خیالات مغشوش طبعش خیره گشت. جرنگاس پست شده گوشهایش از نو اوج گرفت. سر به بالین گذاشت و چشمانش باز در برابر لختک قرار گرفتند. عجب، و چنین لختکی کلان را این مردم چیکار میکرده باشد؟ از دل گذراند او. باز این قدر لباس بزه پوشاندند که گویا آدم زنده باشد. لختک را به فرق تماشاکنان غرق ملاحظه محیط نوی برایش بیگانه گشت. رشته خیالاتش را غجرراس در برکند. زنی بلند قامت گندمگون قوی هیکل با سرانداز سفید و کرته و کلتچه سرخ از پسش پلپل شناس در آمدند. سلام والعمت. زن دو زانو زد و کارسان حبرش برآمده ایستاده را روی نمد گذاشت و از دو رخسار سروناز بوسید. ما را خیلی ترساندی خواهر جان. صد شکر که خداوند دوباره جانت را بخشید. سروناز تشکر گفتنی شد که زن انگشت به لب گذاشت و سخنش را دوام داد. گپ نزن، ممکن نیست. مجالت را احتیاط کن. 10 روز رسا بیهوش و یاد در آتش تب سوختی. پیش از وی چه عذابهایی کشیده ای. آسان است بجری بیتگ افتادن و زنده ماندن. حالا چند چیب اما چه گرم به دهانت میریزم. پلپل زیر سرش 2 بارشت دیگر گذاشت و سروناز را نیمخیز کرد. زن به گردنش آشخاره بست و پی هم چند چیب را به دهانش ریخت. اما چه گرم و خوش لذت بدنش را گرم کرده راحت بخشید. تشنگیش شکست و چشمانش نور گرفتند. جرنگاس گوشهایش هم خیلی پست شد. بس. زن چیب را درون طبق گذاشت. معده‌ات عادت کند طرف چاشت باز میخوری. پس با نداهای سر گرد درد کند، سر سگ درد کند، سر پیشک درد کند 3 بار کف و پیشانی بیمار برده و به زمین زده گویا درد را جمع کرده پرتافت و افزود. علاوت پس شد. حالا بخواب، قوت بگیر.
پس از گشت روز اشتهای سروناز کشاد. وی یک کاسه گردسوزی با لذت را نوش جان کرد و با یاری پلپل به پا خیست. پای زخمدارش ارنگ درد کند هم به آن تکیه کرده می توانست. آن را با دستار سفید بسته بودند. زخم پایم را خودت بسته ای؟ با کتف پلپل تکیه کرده پرسید او. خاله جان، من روی مال سرم را بسته نمی توانم و جواب داد پلپل شوخ. چی رسد به بستن زخم و زنگار؟ لیکن روز اول آوردنت شهتوت درمانگر زخمهایت را ملهم مالیده بست و هر خیل گیاه داد که بنوشانیم. خوشدامنم 2 روز در میان زخمهایت را می بندد. عجب آدمان نیکید شما. یک زن ناشناس را از مردن نجات دادید. عمکت کجاست که لااقل رحمتش گویم؟ وی لیکن در سمناب زندگی میکند. تو را همراه مردک دیگر به اینجا رساندند و رفتند. چی نام دارد؟ تورانشاه. واقعا گفته بودی. خسرو خوشدامنت چی نام دارند؟ خسرم شیدا، خوشدامنم سبزپری. چی نام های زیبایی، لیکن نام خودت از همه زیباتر بوده است. شوهرت کجاست؟ 2 روز پس عید مهربانی داریم. برای ودک طلبی به خانه روشتک رفت. سروناز را چه بودن ودک طلبی بیشتر حیران کرده باشد هم از پرسیدنش استحاره نمود و سوال دیگرش داد. عید مهربانی؟ این گونه عیدم بوده است. چی در وطن شما مهربانی نیست؟ در جایی که مهر نیست مهربانی هم بوده نمیتواند. با حسرت آه کشید سروناز و دیگر چیزی نپرسیده جانب در روان شد. پلپل با شفقت بر رویش نگریست و از بازویش گرفت و هر دو از خانه برآمدند. مهربانی های یوسف علی خان. میرزا عزیز را دل به خواندن کشال بود تا به منصبداری در بحرپنجه. روز اول کارش با کشتن قاضی و زنجیر و دره زدن آقسقالان، آنهایی که بر مردم اختیارداری و حکم می‌کردند، آغاز گردید. جوان باشد هم به نظرش چنین می‌نمود که شاه در مورد دیوانبگی و آقسقالان عدالت را نگاه نداشت. اگر دیوانبگی به محبت خان زهر نمی‌داد، یوسف علی خان حالا هم سرخوت غریبی می‌چشید و بار منت شاه بدخشان می‌کشید. اگر حضورش در دربار باعث تشویش و نگرانی می‌بود، یا از منصب برکنارش می‌کرد یا به درغه. ولی به بیهوده قتل نمودن چنین شخص غیور و معتبر از آن درک می‌داد که یوسف علی خان هم از برادر هلاک شده‌اش بهتر نیست. آقسقالان هم زنهای منصبداران قبلی را با خواهش خود نگرفته بودند. چوبشان زد، در نزد خلق تحقیرشان کرد، اما ترکه مال و ملکشان چی ضرورت داشت؟ 10 خانه آباد ویران، 10 بچه و کچه گشنه و سرگردان. اگر دولتداری همین باشد، گمان است که من هم در این مکان آبرو بیابم. ولی یوسف علی خان به وی نهایت مهربان بود. برای سرشته کار و بار خانه 2 نفر خدمتگار را به اختیارش داد. از حساب خزینه دولت فرمود که شکست و ریخت خانه‌اش را ترمیم نموده، شیغی اطراف باغ را برکنده گردش سفیل سازند. به مادرش یک کنیز وابسته کرد تا در کارهای روزگار یاری دهد. در مدت 1 ماه خانه‌اش چنان آباد گشت که میرزا عزیز انسان خانه و دری با شکوه را تصور هم کرده نمیتوانست. بخصوص وقتی که صحنه حوی را با دیوار بلند احاطه کردند، آن به قلعه دستنارس مانند گردید. اگر بابایش زنده می بود، به هیچ وجه راضی نمی شد که درگاهش را با دیوار پناه سازند. شغلی ها چنین رسم نداشتند و آن را یک نوع خودپسندی به شمار می آوردند. اما شاه نه تنها به او بلکه به سپهسالار گلپاچا و 4 سده‌ای که گلپاچا تازه برای سروری بر لشکر برگزیده بود، همین گونه غمخواری خاصه ظاهر می‌کرد. روزهای شنبه و 3 شنبه بعد ظهر آنها را به جرگه می‌خواند و در خصوص تدارک گردآوری سپاه، ترتیب و نظام آن گزارششان را شنیده دستورهای نو می‌داد.
برای آنکه خانه‌تان آباد و عیال و اولادتان آسوده باشد چیزی دریغ نمی‌دارم. لیکن شما هم به مثل پهلوان جهانگیر برای شغنان لشکری آماده سازید که هر مردش پاسخ 10 جنگاور را داده تواند. تأکید میکرد یوسف علی خان. طبق سفارش او برای یاری دادن به گلپاچا، منظرشاه افسر جنگ آزموده اش جنگاور را از روشان به بحرپنجه فرستاد. با آمدن این مرد دلیر و پرتجربه تمرین و قواعد سپاه صورت تازه گرفت. انجام گفتار هشتم. شنونده های گرامی، شما خوانش بدیعی رو از روی قسم دوم رمانی تاریخی سروی سنگ عطامیر خواجه در قرائت مؤلف شنیدید. برنامه را برایتان کارگردان زبدالله جان محمد آماده و پخش کردند. سلامت باشید.